از اول قیام برای انشاءالله برای خدا و برای نجات ملت شهدا خیلی داشتیم، چه قبل از اینکه انقلاب واقع بشه در زمان ستمشاهی شهدای بزرگ داشتیم و چه بعدش که میبینید که داشتیم شهدای بسیار ارزشمند داشتیم. لکن مسئله حجاز مسئله دیگری است، غیر مسائل است. ما اون وقت هرچی بوده این که کتک میخوردیم یا گاهی میزدیم گاهی میخوردیم، بعدم همینطور، از این به بعدم همینطور. ما شهدا خیلی دادیم و در همه جا شهید دادیم. در زمان رضا شاه اون همه رنج هر کس یادش است میدوند چه خبر بود. در زمان محمد رضا هم که همه یادتون است چه بساطی داشتیم، چه داشتند و چه شهدایی در اون وقت دادیم و چه شهدایی در بین این وقتها. لکن همه قضیه شهادت بود، قضیه بزرگ بود، لکن قضیه مسئله حجاز نبود. مسئله قدس مسئله بزرگی است. روز قدس هم دیدید که چه اما روز قدس مسئله است و روز جمعه خونین مکه مسئله دیگری است. روز قدس ما برای اینکه نجات بدیم قدس را از دست غاصب، لکن اونها اینطور نبود که قدس را توهین بهش بکنند، از بین ببرند. اونها مدعی بودند که ما قدس را میخواهیم و چه میکنیم. البته نباید قدس دست اونها باشد، اما اینطور نبود که روز قدس ما برای خاطر اینکه اسلام اونطور صدمه دیده، ما برای خاطر اینکه قدس که باید دست صاحبانش باشد غاصب آمده غصب کرده. در این انفجارها که حاصل شد، در این ترورها که شد، بسیار عزیزان بزرگ ما از دست دادیم که هر خاک پای اونها بر این کارنشینان ارزشش بیشتر بود، اگر اونا ارزشی داشتن که ندارند. لکن همه این بود که ما کتک میخوریم و میزنیم. اینجا مرکز مقاومت است.